در ویدیوی قبلی در مورد راهکارهای افزایش عزت نفس صحبت کردیم. گفتیم عزت نفس الان شما بخش مهمی از اون ناشی از تجربیات شما در دوران کودکی و نوجوانی هست. در واقع دوران کودکی برای تربیت و ساخت افراد با عزت نفس بالا بسیار بسیار مهم هست. حالا چه کار کنیم به عنوان یک بزرگتر، پدر یا مادر تا در آینده فرزندانی با عزت نفس بالا داشته باشیم؟ در این ویدیو که ما به 2 قسمت تقسیمش کردیم، یه بخشیشو الان در 2 قسمت هست و قسمت بعدی رو به فاصله چند روز براتون قرار میدیم. راهکارهای بسیار ساده و بسیار مؤثر در عین سادگی برای ساختن پایه‌های عزت نفس کودکان حدود 4 سال و حالا 1-2 سال کمتر و بیشتر گفته میشه. لطفاً تا پایان این ویدیو همراه ما باشید و نظرات و تجربیات ارزشمند خودتون رو برامون بنویسید. 1. در جمع‌های خانوادگی متناسب با سنش ازش نظرخواهی کن. این رفتار ساده، دیده شدن و گرفتن پیغام تو ارزشمندی که عزت نفس هر آدمی رو زیر و رو میکنه، اینو به بچه میده. اینکه تا بچه بخواد حرف بزنه بگی شما ساکت، بچه که حرف نمیزنه، یا بدتر و شدیدتر از اون بگی خفه شو، برو بازیتو بکن، اینو با رفتار بالا مقایسه کنید. طبیعیه که این بچه خفه شدن و اون بچه ابراز وجود رو یاد میگیره. مورد دوم، وظایفی که به سنشون میخوره رو بهشون محول کنید. مثلا عزیزم این وسیله رو بده به مامان یا بده به بابا، یا بیا با هم این لباسا رو تا کنیم، بیا با هم آشپزی کنیم، بیا با هم خونه رو تمیز کنیم، یا بیا با هم دیگه بریم ماشین رو بشوریم، بیا با هم دیگه بریم حیاط رو تمیز کنیم. با این کار حس مؤثر بودن رو از همون سن کودکی تو ذهن بچه میکارید. تو مؤثر هستی. مورد سوم، تا یه کار کوچیک و قشنگی میکنه بهش توجه کنید و بهش کمک کنید تا احساس کنه که دیده شده و حضورش ارزشمنده. بچه ها عاشق توجه هستن و این ظرف توجه بچه ها باید پر بشه و برای پر کردن ظرف توجه بچه ها دنبال کارهای بزرگ نباشید که بهشون توجه کنید. کارهای ساده و کوچیک اغلب مؤثرتر هستند. مورد چهارم، تا جایی که میشه بهشون اجازه بدید خودشون تو محیط کنجکاوی کنن و سر در بیارن. شما فقط از دور مراقبشون باشید. در طبیعت رهاشون کنید و از دور ازشون مراقبت کنید. اشکالی نداره بچه کمی خاکی بشه، خیس بشه، کثیف بشه، گلی بشه. یا در خونه گاهی با وجود اینکه اسباب‌بازی‌های متنوعی دارن سراغشون نمیرن، میرن سراغ قابلمه، ظرف‌ها، جعبه ابزارها، کنترل تلویزیون و وسایل خونه. دقت کنید که فقط به خودشون آسیب نزنن و اجازه بدید با کنجکاوی خودشون مشغول یادگیری بشن. وسایل میان و میرن. حسی که در وجود بچه شکل میگیره تا ابد باهاش میمونه. مورد پنجم، حتی در بدترین رفتارهای کودک باید شخصیت رو از رفتار جدا کنید. اینکه بگید برو اونور، با من حرف نزن، من باهات قهرم، دیگه دوستت ندارم، یعنی تو خوب نیستی، نه رفتارت. به زبان ساده باید بگی این کارت رو دوست ندارم، این کارت خوب نیست. ترک کردن، رها کردن یعنی اینکه تو خواستنی نیستی، تو دوست داشتنی نیستی، تو اونی که ما به دنبالش بودیم نیستی و این حس ارزشمندی رو در کودک تقویت نمیکنه، بهش القا نمیکنه، بلکه برعکس عمل میکنه.